مشکل این نیست که ما تنبلیم یا توانایی انجام این کار رو نداریم یا نمیتونیم انجامش بدیم. مشکل اینه که هدف گذاریمون نجومیه، فضاییه، انگار گل کشیدی و اومدی هدف گذاری کردی. مشکل اینه که تو حتی نمیدونی هدف گذاری چی هستش. اگه میدونی همین الان برام تعریف کن تو همین کامنت ها. هدف گذاری اصلا یعنی چی؟ هدف چیه؟ میدونی؟ ما با اصول اولی این کانسپت هم آشنا نیستیم و انتظار داریم از خودمون که یه سری هدف رو برای خودمون بذاریم و آخر سال هم بهشون برسیم. برای ادامه دیدن این ویدیو وارد کانال کایزر لایف کوچ بشو، سابسکرایب کن و ویدیوها رو